دختر دوستمونه، بعد فقط دوستی، خداییش فقط دوستی، من خالی بند نیستم، مجردم هستم. بعد تشکر میکنم خواهش میکنم منو مرسی که پرسیدین. سوال واقعا بجا. من داشتم ازدواج میکردم، بعد یه سال پیش که بیام دوسلدورف به هم خورد. من اومدم دوسلدورف، واقعا دل شکسته بودم. اوایل بریکاپ 3 سال و نیم فکر کردم داریم ازدواج میکنیم. موهاشو مش کرد و رفت. علیه فردا میره شایعه میکنه مکسا بینی مثل که دوست پسر پانیز بوده. آبا شوی کامدیه. او مای گاد. این دختر دوست ما فقط با هم رفیقیم. یعنی از های اسکول من باش، از دبیرستان من باش دوست بودم. بعد خیلی دوست صمیمی اینا، ما داشتیم رفتیم نیویورک. دوستم گفت منم میام نیویورک. گفتم اوکی. ما رفتیم نیویورک و خیلی دختر گلی هم هستم، ولی من واقعا هیچ مثلا خیلی با هم مثل خواهرم، حالا میدونی که مثل خواهرم واقعا نمیمونه، ولی مثلا کاری به کارم نداریم. رفتیم نیویورک، ایر بی ام بی گرفته بودیم. این وبسایت ایر بی ام بی، من اجازه بدیم برای آقای اکبری توضیح بدم. آقای اکبری، ایر بی ام بی یه وبسایتی کامپیوتره که بعد یه میزنن ایر بی ام بی، بعد یه وبسایت میاد بالا، وبسایت چی میری شما اون تو اینا به جای هتل یه وبسایتی که خونه های شخصی رو شما میتونی اجاره بکنی و قیمتش دوباره همونجوری که گفتم مثل اوبر به ما اسپانیا خیلی میچسبه. تو نیویورک که قیمت ها سر سام آورست، ما اونجا آپارتمان میگیریم نصف قیمت یه اتاق. ما اینجا ایر بی ام بی گرفتیم آپارتمان یه اتاق خوابه خیلی قشنگ توی بالای ساختمون تو نیویورک. و این دوست عزیز منم نیلوفر اومدش و نه ولی میگم از دبیرستان ما دفیق، من اونجا برای گفتش که من دلم میخواد بیام، گفتم بیا، و گفت کجا میمونی؟ گفتم من اینجا آپارتمان گرفتم و اونم از صمیم قلب میدونست ما نظری بهش نداریم. من عاشق بودم اون موقع و اومد و خلاصه این اصلا اون شب واسه من یه چیز عجیبی بود. من خانمای ایرانی اصلا یه چیز خاصی هم میخوام. آقا شب شد خواستیم بخوابیم. های تختم اینجا هست. ما این تخترم خدا شده کینگ سایز بد بود. یعنی ما هیچ کاری یعنی من اگه این ور بخوام ایشون این ور هیچ اصلا ما اصلا اینطوری دستامون واکنیم مثلا به هم نمیرسیم. منم وقتی میخوابم مثل مردم، یعنی تکون اینجوری که خوابیدم صبح همینجوری بیدار میشه. یعنی اینا فکته، اینا فقط حقیقته. من گفتم نیلوفر تو اینجا بخواب، منم اینجا اینطوری میخوابم، هیچ کاری هم خدا نکرده وقت نگران نباشی. یا بگیدم اضطراب برش داشته. بعد گفتش که نه من اضطراب برم نداشته، اینا من بس من لباسم عوض کنم. آقا رفت لباسشو عوض کرد که پیژامه بپوشه. این رفت پیژامه پوشید. اگه گونی پوشیده بود بهتر از این بود. این پیژامه این دختر، من نمیدونم این مثلا از 15 سال اینو میپوشه کثافت. یه سوراخ هم اینجا داشت، اصلا دست میزدی مریض میشدی شما. من که اصلا به این نظری نداشتم. اینم که پوشید که دیگه اصلا از 100 فرسخ دورم من نظر نداشتم. تو دلم گفتم خدا این تولدش که من برای پیژامه بخرم. منو پوشید و گفتم باشه بگیریم بخوام. اومد آقا ایرانی، اصلا وسواس دختر ایرانی. تو از کجا میدونی ملافات تمیزن؟ تو دلم گفتم از اون کثافتی که تو پوشیدی که 100 میلیون بار تمیزتره که. گفتم عزیزم اینجا ایر بی ام بی، اینا رو میشورن، اینا اصلا اینجا اجاره دادن، اصلا سیستم اینه، ملافه ها رو میشورن، اینا رو میذارن اجاره میدن، این تمیزه معیار مجه. گفت دیگه ادا اطفال دختر این کثافت اینطوری کرد و اینو اینطوری کشید که بگیره بخوابه، یه مون تو بود. آقا این مو رو دید، ای وای مو.
این چه شد یهو؟ خب موه دیگه، این کثیف من نمیتونم بخوام. گفتم ببین اگه نگرانم من میرم رو کاچ بخوابم، من میرم اونجا تو سالن میخوابم، اگه مشکل چیه؟ گفت نه واقعا میدونم من به تو اعتماد دارم. یا تو دارم گفتم قیافه تو. بعد خلاصه من گرفتم خوابیدم. گفتم من که خوابیدم، حالا ما لباس تنمو، یعنی لباس شهر و ورزشی اینا گرفتم، یعنی لباس خواب ببرین ترتمیز آدم درسته. تازه مثلا یه هفته بود خریده بودم، اصلا خریده بودم که جلوی نیلوفر لباس خوابم خوب باشه. خوابیدم تو تخت، دستام گوشتم اینجا اینطوری که این بدونی که آقا مکسمینی رفت. آقای اکبری من داشت چشام میرفت، بعد شیطون اومد به جلدم. یک لحظه صدای علی خالیبند رفته گوشم. مکسمینی اون کلیده ممکنه به قلب نیلوفر بخوره ها. گفتم علی خالیبند بلمون کن، درست نیست، رفیقمونه. یعنی چی؟ بعد اون پیژاماش کثافته. بعد علی خالیبند گوشه خب اگه پیژاماش در بیاره که دیگه کثافت نیست. منو میگی آقای اکبری یه دفعه خواب اصلا پرید. آقای اگه بیداری کف کرده اصلا بیدار شدم و یهو نیلوفر اومد. آقا نیلوفر اومد، ما که شیطون در جلد ما رفته بود اینطوری یه نگاه گوشی نگاه کردم، خونم به جریان افتاد، تمام بدنم خون شروع کرد به جریان افتادن، قلبم شروع کرد به تاپ تاپ کردن. یهو گفتم نیلوفر جریده. نیلوفر وایساده بالای تخت. این خدا شاید اگه دروغ، اصلا من این نمیتونم بسازم. داره این کاغذ پیپر تاول، شما چی میگینیم؟ دستمال کاغذی ها که تو آشپزخونه میذارین چیه؟ کوشاکله؟ کوشنقاله. آقا کوشنقاله گرفتی دستش؟ Are you kidding؟ یعنی اصلا من باورم کوشنقاله رو داره وا میکنه رو تخت. آقا شیطون از جلد من فرار کرد. من همونجا مردم. تمام. این نیلوفر از خواهر که سله، اصلا هر جد و آبادی به من الان نزدیک‌تره. اصلا ما با این اصلا چی نگاه میکنم حالم بد میشه.